الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبی بعده اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند، طبق عادت پیشین از هر یک شما بنده معذرت خواهی میکنم. شاید در دوام صحبت از بنده خطاگی سر بزند. امروز هم که باشد بهر شما یک احادیث را از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میرسانم مختصرا. چه حدیث زیبایی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید: ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم بل ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. رواه مسلم. ابو هریره رضی الله عنه میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود بر ما فرمود: بدرسه که الله مهربان بنده را به جسمش نظر نمیکنه، یعنی جسم من شما را الله مهربان نظر نمیکنه که مثلا ما به اصطلاح امروزه بگیم تاجیک هستیم یا ازبک هستیم یا روس هستیم یا افغان یا دیگر نه، بلکه الله از این گونه نظر نمیکنه. ولا الی صورکم، با به چهره های شما الله نظر نمیکنه. چهره شما خوشرو است یا چهره شما مقصد بزیب است یا زیبا است، از این گونه نظر نمیکنه، بلکه الله نظر میکند به دل های شما و به عمل های شما. یعنی در قلب انسان چی محبت چی است الله نظر میکنه و به عمل شما نظر میکنه. به همین خاطر عزیزان دل، مادامی که الله متعال به قلب های من شما نظر کنه و به عمل های من شما اگر نظر کنه، امروز جامعه اسلام نظر کنید به چی رو آوردگی هستند. امروز از جهت مشکلات زندگی اکثر مسلمان ها قلبشون مثل یک گرگی درنده شدگی هستند. یعنی همیشه از پای خیانت یک برادرش میگرده، از پای خیانت یک خواهرش میگرده تا که اندک مال زیادتر به دست بیارم. یا که بعض امت اسلام امروز نظر میکنی عمل یک طرف گذاشتگی است. بعض مرد مسلمان نظر میکنی به 30 و به 40 45 و 50 رسیده است تا حال عبادت الله نمیکنه. فقط شب و روز فکرش در مال دنیا، در فکر زندگی هسته. یا بعض مادرها را نظر میکنی امروز سن سالشو به 40 و 50 رسیدن، موی سرشو سفید شدگی هستن، تا حالی هم روی مال به سر ندارن، تا حالی هم لباس مسلمانی خودشون به تن نمیکنن، یا که نماز نمیخونن، عمل یک سه گذاشتگی هستن. به همین خاطر عزیزان دل، این دنیا اندکی است، ما و شما در این دنیا مسافر هستیم. نظر به این حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم کنیم که پیامبر چی زیبا میفرماید که یعنی خداوند به جسم و به زیبایی نظر نمیکند، بلکه الله مهربان به دلهای من شما و به عملهای من شما نظر میکند. مادامی که الله به قلب من و به اعمال من تو که نظر کند، باید یک قلبهای خودنا مثل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثل سلف صالح، مثل تابعین تبع تابعین، مجتهدین کرام چیکار کنیم؟ یک دلهای خود را پر از مهر و محبت کنیم، در حق همدیگر مهربان باشیم، همیشه شفقت و مهربانی را در زندگی خود تطبیق کنیم و عمل صالح هم در زندگی خود پیاده کنیم تا که در رحمت خدا نائل گردیم. همچنان که شاعر هم چیز زیبا میفرماید، میر سید علی حمدانی رحمه الله در مصرعهای شعری خود میگوید: نادیده نبود جستجویش نکنم، نادیده نبود جستجویش نکنم، نکام زبانی که گفتگویش نکنم، هر دلی که در او مهر الهی نبود، در پیش سگم افکند بویش نکند. میگه همین نادیده گفته، دیده گفته، چشما را میگن. میگه همین چشم من اگر قرآن نبینه، چشم من اگر مسجد یک بار رفتنش نبینه، چشم من یک بار یادی از قبر قیامت نظری عملی نیک نبینه، میگه ای چشمو دا کور باشه او بهتره. نکام زبانی که گفتگویش نکنم، میگه زبان من در حالی که یک بار الله نگوید، در حالی که زبان من یک بار توبه به سوی خدا نکنه،
در حالی که زبان من یک بار قرآن نخونه، در حالی که این زبان من یک بار به مردم راههای نکنشونه ده، یعنی خوبی به مردم نکنه، این زبان ده گنگ باشم او بهتره. و همچنان میگه قلبی که دلی که در اون مهر الهی نیسته، محبت الله نیسته، رحم انصاف نیسته، همین گونه دل میگه دل که همین گوشت ملایم است، سیر لحم است، همین را در پیش همون سگ پرتا، اگر همون سگ بوینیک باشه، یعنی سگ بویکش باشه، سگای هستن که بعضی گوشت ها را نمیخورن، گوشت بو میکشن نمیخورن، لیکن همین دل همین سیر گوشت است، همین را در پیش همون سگ پرتا، اگر در همین دلیت میگه رحم الله نباشه، محبت الله نباشه، حتی همون سگ بوش میکشه و نمیخورش میگه. به همین خاطر عزیزان دید یک اندیشه از آخرت داشته باشیم، کمتر به خود بیاییم که در این دنیا من شما مهمان هستیم. الله متعال همه ما شما را برای راست هدایت نصیب روزی بگرداند.